خیلی کارا کو دیگه آدما دا کو تاثیرم نمیکنه. یاشا باید سازآمدگی کنن، الیمنتورینا بلند کردن، سرانو جدو میشون، خونه میگن، در میگن، اومده زندگی نمیکنن. بفایده لوچی زندگیشون برقرار کنن. سروکتی انکی اشتی کنن زنکو خوشبخت شوند زندگیشون برن. کودکاشون گفتی گپا به پدر مادر کلام نکنن. 1500 نه 17000 باید کنم. من بعد جدو شوی کم میشم. هم خیلی بعد شانکه باشن این نمیره بالاتر کردن گیرن که مقصد جدا شوی کم شود. من طرفدار همین. کنش نمود ایسوبی پول که بسیار جریمش مقصد با همین خاطر آینده ده مقصد وای میشه زندگیش خوب میشه ایسوبی هم یا سبب میشه. این پیشگیری برای که دیگر جدا نشوند، خصوصا جوانان که بسیارتر و یک دیگر نفهمی میکنن یا یک دیگر نشناخته در پشتیم چی میکنن، سیمیا برپا میکنن، اویله برپا میکنن، این یک دیگر نشناخته ندونسته گرفتن این خودش با سبب طلاق هم میشود. بسیار حد نفهمی هم میشود. وقتی که نالوگ سپرند زیادتر به فکرم که سوم ایکسشون میرود دیگر خیلی نمیکنن، نالوگ هم نمیسپرند. همه اویلیگ ما نداریم، همه شرایط نداریم در همین تاجیکستان که کار کنیم و نالوگ همه قیمت همه نالوگ کردیم. نمیدونم کامرو برای روسیه بود که روسیه با این وضعیتش وازبین دیگه مردم نمیدونن چی کنن. بخونم چی اولودی ما چی خشت برو همه بیچاره امرو برای روسیه همه رفتن یا کار کردن با این همه از QR کد و بونی QR کد و با این پاتنت هم فقط برای حکومت روسیه کار کردن مردم. اگر چندی مبلغ جدونه که فایده ندارد. با این چی مبلغ است مثلا؟ نه مبلغ حتی حل نمی شود. این فقط یگانه است که تامین نبوده جای کار مردم معاش بیاورد، روزگارش گذراند، بخواه فرزندان شود، نه جدایی میشد دیگر هیچی. من هم نمیفهم.